سلام دوستان عزیز، به مجموعه گفتگوهای رهاگویی خوش اومدین. من آرزو هستم و توی این گفتگوها قراره با هم درباره چالش‌ها و سختی‌های زندگی روزمره صحبت کنیم. میخوایم از دل همین سختی‌ها و پیچیدگی‌ها کنار هم راه‌هایی پیدا کنیم که زندگی رو کمی راحت‌تر کنه و از لحظه‌ها بیشتر لذت ببریم. امیدوارم اینجا جایی باشه که بتونیم با همدلی و فهم عمیق یکدیگر رو بهتر درک کنیم. میخوایم گفتگومون رو با یکی از مهمترین موضوعات جامعه یعنی شناختن بهتر نوجوان امروزی شروع کنیم. امروز قراره به مسئله ها، چالش ها و پیچیدگی های دنیای نوجوانی بپردازیم. نگاهی انسانی، علمی و البته پر از همدلی. میخوایم از کسی صحبت کنیم که سالهاست قلب و ذهنش رو وقف فهمیدن نوجوان ها کرده. لیزا دمور، روانشناس بالینی، یه نویسنده پرفروش، مادر و البته یکی از صداهای پرنفوذ در بحث سلامت روان نوجوانها. لیزا توی آمریکا زندگی میکنه و علاوه بر کار بالینیش توی دانشگاه‌ها درس میده، کتاب مینویسه و توی پادکست خودش به اسم اسک لیزا به سوالها و دغدغه‌های والدین جواب میده. اون خودش مادر 2 دختر نوجوانه و شاید همین نزدیکی شخصی به دنیای نوجوان هاست که باعث شده نوشته‌هاش انقدر واقعی، ملموس و اثرگذار باشن. کتاب جدیدش با عنوان زندگی عاطفی نوجوانا تو فوریه 2023 منتشر شده. کتابی که همزمان بود با یک گزارش نگران کننده از توی مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا. گزارشی که جامعه آمریکا رو شوکه کرد و آمار قابل تأملی از نوجوان‌های دختر ارائه داد. 3 دختر نوجوان از هر 5 نفر گفته بودن که توی 1 سال گذشته احساس غم و ناامیدی مداوم دارن. 30% گفته بودن به خودکشی فکر کردن. 13% هم واقعا اقدام به خودکشی کرده بودن. در میان نوجوان‌هایی که گرایش هویت جنسی متفاوتی دارن این اوضاع و ارقام خیلی بدتر بود. در مقایسه با نسل‌های گذشته این آمار نگران کننده بود و بحث‌های فراوانی رو ایجاد کرد. اینکه چه بر سر نوجوان‌ها اومده؟ چرا اینجوری تو گرداب افسردگی و اضطراب افتادن؟ اینجا بود که همه برگشتن سراغ لیزا، چون اون کسیه که سالها سعی میکنه نوجوان‌ها رو نه تنها به عنوان یه نظاره‌گر بیرونی بلکه از درون بفهمه. کتاب‌های قبلی هم که داشته مثل گره‌گشایی یا تحت فشار روی دختران نوجوان و مشکلاتشون تمرکز کرده. لیزا توی مصاحبه‌ای با نیویورکر میگه سلامت روان یعنی داشتن احساساتی که با شرایط واقعی زندگیتون هماهنگه و بعد توانایی مدیریت اون احساسات حتی اگر ناراحت کننده یا منفی باشن. اون معتقد رنج‌های دوران نوجوانی نه مایه نگرانی و هشدار بلکه بخشی از مسیر رشدن، به شرط اون که به درستی فهمیده و مدیریت بشن. از نظر لیزا اگر تصور کنیم که سلامت روان یعنی حال خوب و احساس آرامش، کاملا در اشتباهیم. درد و اضطراب بخش جدا نشدنی از این دوره زندگی هن و بحران‌های روانی نوجوان وقتی پایان می‌پذیره که بتونه با این احساسات منفی روبرو بشه، نه اینکه این احساسات رو از بین ببره. لیزا 2 دلیل اصلی برای شکنندگی نوجوانای امروزی بیان میکنه. دلیل اول رشد فزاینده صنعت آرامش یا همون ترندی که آرامش مطلق در زندگی رو تبلیغ میکنه. بازاری که از مدیتیشن و یوگا گرفته تا اپلیکیشن ها و محصولات شبه روان درمانی تصویری آرمانی از ذهن آرام ارائه میدن و هر احساس منفی رو به عنوان اختلال معرفی میکنن. دلیل دوم هم پاندمیه. بحران همه‌گیری کرونا زندگی روانی خانواده‌ها رو فرسوده کرد و سطح تحمل جمعی در برابر بیقراری و درد رو پایین آورد.
اگرچه ما از سالهای پاندمی گذر کردیم، اما پیامدهای روانی و تربیتی اون بحران همچنان ادامه دارن. یکی از نمونه‌های اون هم میتونه پناه بردن به فضای مجازی در مواجهه با ناامنی دنیای بیرون باشه. لیزا با نگاهی واقع بینانه و بدون ترس مسائلی مثل قلدری، فشارهای اجتماعی و مسئولیت والدین و اطرافیان در حمایت از نوجوانها رو بررسی میکنه. تحلیل لیزا درباره متهم اصلی حال بد نوجوانها یعنی شبکه‌های اجتماعی هم منحصر به فرده. لیزا میگه خود این فناوری‌ها لزوماً مشکل ساز نیستن، بلکه زمان مصرف و محتوای مصرف شده تعیین کنندن. پس پدر و مادرها نباید دشمن فناوری باشن، بلکه باید مدافع زمان حیاتی فرزندشون باشن. این موضوع به ویژه تو سنین حساس خیلی مهم میشه. بهتر والدین به جای نبردی فرسایشی با اینستاگرام و تیک تاک توجهشون رو به این معطوف کنن که نوجوانشون چقدر میخوابه، چه چیزهایی میخوره، فعالیت بدنیش در چه حده. یکی از مفاهیم کلیدی استعاره‌ای که لیزا ازش استفاده میکنه و پرکاربرده زباله احساسیه. نوجوان‌ها به ویژه دخترامون معمولاً بار عاطفی تمام طول روز رو با خودشون حمل میکنن و شب در امن‌ترین نقطه زندگیشون یعنی خونه اونو بیرون میریزن. والدین نقش جمع‌آورنده زباله رو دارن. باید گوش بدن، تحمل کنن و اینو بپذیرن که لازم نیست مشکل رو از ریشه حل کنن. لیزا معتقد نوجوان‌ها همزمان هم کودکن و هم بزرگسال. یه لحظه با دوستاشون مسابقه میذارن که چه کسی میتونه بیسکویت‌های بیشتری رو تو دهنش بذاره و لحظه بعد درباره عدالت و هستی و سیاست فکر میکنن. والدین باید بتونن هر دو این ابعاد رو درک کنن. اگر نوجوانشون به خاطر موضوعی کودکانه و بی اهمیت دعوای سخت باشون به راه انداخته، نباید فراموش کنن که یک بعد بالغ و مهربون هم داره که معمولاً خطاب قرار دادن اون زودتر جواب میده. تو قسمت‌های بعدی قراره بیشتر وارد جزئیات این کتاب‌ها بشیم. نکاتی رو ازشون بیرون بکشیم که برای والدین و خود نوجوان‌ها هم مفید باشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین این قسمت رو گوش دادین. اگر نظر، تجربه یا سوال و انتقاد و پیشنهادی دارین خیلی خوشحال میشم هر طور که راحتین برام بفرستید. این برای من خیلی ارزشمنده و بهم کمک میکنه که این گفتگوها رو بهتر و نزدیکتر به نیازهای شما بسازم. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و یادتون باشه که شما توی مسیر زندگی تنها نیستید.